کرایه ویلی سری ما تاوان است. این قول است که کندوز آمدیم. این از زمین جنجالات کندوز آمدیم دامی جان علی کرایه ویلی سری ما تاوان او را ولا گذاشت. دا بیرته مسجد تا بوزه گناه لري. یعنی یک بوتل و دار پمی خری باز چپا میکنی آوشه باز از 1 کیلو جور میکنی باز مفروشی 50 روپیه. یک روز کراچیوانی نباشه متشی میکنه میریم دو اوجوی دنساجی متشی میکنیم. سلام برسه خوب است کاکا جان. لالا جان بخیر است. چال داری خوب هستی؟ بخیر. روز چند تا مفروشی از این؟ والا برادر میشه روز یک 50 دانه 60 دانه. 60 دانه چند افسر؟ نه 5 روپیه هم داره دیگه. خب 5 روپیه است. آره راسیام این چقدر خورده؟ خب درک است راسیام. خب 5 دیگه 300 افغانی. باز در فامیل چند نفر هستیم مشکل تان حل میشه؟ 10 نفر هستیم فامیل. حل نمیشه؟ بالکل امیر قرض آوردیم فامیلی. امیر که سرش کار کنیم یک 300 که میمان 200 امور خرچی رو با اولادای خود میکنیم دیگه پیسه مردا کمیتیم. نه بار که 2-3 روز میشه که پیسه مردا کم پورا نکنیم سالی. خب خدا بیا مهربان است ذات بخشنده است. کاکا جان چشمای تا خوی تا کپت کو از 1 تا 10 بی کدام عدد در ذهنت میاد؟ چند آمد؟ 10. چی میگی؟ تو 10 آمد؟ 10 آمد دیگه 10 آمد خاصه است. کرایه ویلی سری ما تاوان است. این قول است که کندوز آمدیم. این از زمین جنجالات کندوز آمدیم دامی جان علی کرایه ویلی سری ما تاوان او را ولا گذاشت. سکن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بفرمایید. نامت چی است؟ محمد سلیمان. محمد سلیمان. سلیمان نام کی بود؟ نام حضرت محمد صلی الله علیه و نام حضرت محمد سلیمان بود. خیلی دیگه خیلی چرا میگی محمد صلی الله علیه و سلام؟ نام دومیش بوده حتما. نام دومیش بوده دیگه حتما. 2 تا نام داشته. ها؟ خواه. نه فکر میگم سلیمان پیغمبر بنی اسرائیلی است نه؟ خب تو میگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلام. او دیگه پیغمبر بوده و دیگه بوده. خب چی داری در داخل از این؟ آیسکریم؟ چطور است وضعیت کاروبار؟ وضعیت کاروبار فعلا خوب نیست دیگه. خب روز چند کار میکنی لالا؟ 1000 اسکریم میندازیم در کراچی 1-200 میمانه برش. 1200 با چند نفر هستین در فامیل؟ در فامیل 10 نفر هستیم. 10 نفر میشه مشکل دان حل؟ میشه دیگه بیادرم کار میکنه. خب سلیمان عزیز شما تا بسته کو پس که واس کنی کراچیت نیست. صحیح است؟ خوش مشکل خو نیست؟ نه. چقدر خوب من اکثر یاد دارم. نه اینو شوخی کرد. شما تا بسته کو؟ آفرین. از 1 تا 10 کدام عدد در می ذهنت میآید؟ یکیشو بگو. از 1 تا 10؟ برو. 5. بشک آفرین. 1 2 3 4 5 6 پیا ورځ کې څومره د ګټه کوي؟ بس دا 200 د بیا ستا مشکلات هغه کیږي حل کیږي؟ ولا بس د خدای په د شپږ شکه کوري. او ماشاءالله خدای دې ورحمي. اورې وړو خورو. الله تعالی د افغانستان په مخلوق باندې ورحمېږي. الهي امين. دا د کوم ځای هغه کړی ده؟ دا ماشومان نو باسي جوار به پر. ها دا د مسجد خو هغه نه ده چې د مساجد هغه چور کوي. نه دا کور ولا. صحیح. ها او خپل سترګه غپټه کخه دی 1 تر 10 پورې کوم شمیره ستا په ذهن کې راځي وایه؟ ها ولا نه کوم ناراضي خو بیا کوخه خو کا بیا خیره ته یاد نه دي 1 تر 10 پورې یو انتخاب کا ولا ناراضي یو انتخاب کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کوم شمیره ستا خوخه ده؟ لاس ولی ده ولی لاس ولا وسمدا په یاد صحیح ده ستونزه نشته لاس ده دا 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 لاس صحیح شو یو خواهش وکړم وکړه صحیح ده
دا بیرته مسجد ته بوزه گناه لري دا د ماجد نه ده دا کور والا ماشومان شو هغه ټوکې مې ورسره وکړه نامک خندوله کې عبدالناصر عبدالناصر یعنی ناصر نام پروردگار است دیگه آره خانه نیست ناصر نام پروردگار نیست است بدون شک او ناصر است بدون شک او کمک کننده است خب این چی است لالا این بوتل دایی کار غریبی میکنه خب یعنی هوای زیر ای از دکان میخری هوایش چپا میکنی باز بوتلای خالیش میگیری چرا ای تو حالا کار غریبی اینا باز چند میفروشی این کیلوی 15 روپیه این نرخ شد دیگه میشه سعی کن تو یعنی یک بوتل و 10 روپیه میخری باز چپا میکنی هواشا باز از 1 کیلو جور میکنی باز میفروشی 15 روپیه ای تو چرا سر چپا نه تو یه دیگه کس میخره که بوتلش هم میندازه خب ما یا با تشویش کردی گفتم این دکان 10 روپیه میخری هواش چپا میکنی باز 1 کیلو از جور میکنی میفروشی 15 نه تو رام نیستین دیگه آفرین خب ناصر جان چند نفر هستین در فامیل در فامیل 4 نفر 4 نفر بسیار خوب چشمای تا بسته کن سکنال کراچیت نیست خب مشکل نیست کراچیت گم شوه مشکل نیست برو چشمای تا که بسته میکنی گوشای تا چی میشه نمیشنم کدام عدد در ذهنت می از 1 تا 10 انتخاب کن در ذهنت کدامش می در ذهن دامه 10 مطمئن هستی خب بخیر خوبش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این مشکل چند روز تا انشالله حل میشه صحیح است؟ تشکر اگه هم نیست مشکل نه تشکر بخیر باشی چقدر خوب بچه هست میگه که ضرورت داری پس بگی تشکر خداحافظ چی میکنی کراچی را؟ کراچیوانی میکنم کراچیوانی میکنی؟ ده این مردم از یک جا به دیگه جا انتقال میتی؟ مواد بیا یا کراچیوان باشه یا آرد مردم یا روغن مردم او باشه هر چی باشم خب باز نفر تو کداماق شده که شیشته باشه گفته باشه مرد اون چارایی ببر نه تو روز نشده؟ اگه شب میبری؟ اگه شب میبری خب در یک روز چند کار میکنی؟ در یک روز میشه که 100 روپیه هم شوه 1.5 هم شوه هیچ نشم چند نفر هستین در فامیل؟ 6 نفر 6 نفر؟ باز این مشکل دان حل میشه کنیم سر؟ میشه دیگه خب باز یکم روز دی کراچیوانی نباشه متشی میکنه میریم دو اوجوی تناساجی متشی میکنیم خدا مشکلات تا حل کنه ان شاء الله همین کراچی تا من امروز ضرورت دارم بر من میتیسش کار کنم میتونم چرا نه خب به شک ماشاءالله چشمای تا بسته که از 1 تا 10 یک عدد انتخاب کن 10 به شک ماشاءالله 1 2 3 4 5 نام تا بچیش نگفتی نام منی خب واسه این سر حساب یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10